دادگاه نویه ایوانووی روسیه الکساندر کراسنوف یک صاحبکار از شهر کوخمرو که به کشتار مهاجر توجک در تابستان سال 2021 عیبدار میشد سفید کرد. برای این اول روز 2 فوریه سال 2024 اتهامات کشتار را در پرونده کراسنوف با دخالت رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین به ماده جزایش خیلی سبکتر بیرون رفتن از حد دفاع از خود عوض کردند و دادگاه علاقه روز 12 فوریه حکم برآورد که در کردار کراسنوف علامت‌های جنایت دیده نمی شود. پرونده کراسنوف که با نام تیرانداز کوخما نام برآورده است، نخستین موردی از کشتار و بیرون رفتن از حد دفاع از خود عوض کردن عیبنامه در تاریخ دادگاه‌های روسیه بوده است. به این ترتیب کراسنوف برای قتل مهاجر توجک همگی 7 ماه را پس پنجره به سر برد. رسانه‌های روسیه حکم دادگاه را همچون تنتنه عدالت به قلم می‌دهند، ولی این پرونده سالهای زیادی را بی جواب باقی می‌گذارد. یک سوال این است که اگر نفری که کراسنوف کشت مهاجر توجک نیو شهروند روسیه می بود، آیا دادگاه او را سفید می‌کرد؟ و آیا چگونه می‌توان نفری را که مثل یقیل بالای ازدیام آتش کشاد سفید کرد؟ آن شب تابستان سال 2021 کراسنوف پسرش را به ارتش گسیل می‌کرد و همه میمانانش مست بودند. این قضیه در تابستان سال 2021 سر و صدای زیادی را به پا کرده بود. الکساندر کراسنوف صاحبکاری که تجارتش مربوط به انتقال بارهاست، برای به ارتش گسیل کردن پسرش ارتیوم شبنشینی اورسته مهمانان را دعوت کرده بود. طور بعدا معلوم شد پیش از رفتن به خدمت حربی ارتیوم کراسنوف با گروهی از دوستانش به داوود آستانقلوف نام مهاجر از تاجیکستان در افتاده او را لطوکوب کردند. داوود آن شب با چند هموطنش در یک ماشین به پیش خانه کراسنوف برای رزبار می آید. صاحب خانه ادعا دارد که نزدیک های نیمه شب یک ازدیام بزرگ در نزد خانه آنها جمع شد. با طرف خانه و دروازه و ماشین هایی که در کنار راه گذاشته بودند سنگ پرتوی کردند. بیانات آنها درباره شماره تاجیک‌ها برای رزبار جمع شده فرق می کنند. الکساندر کراسنوف وایما می کند که آنها یگان 50 نفر بودند. همسرش الینا کراسنووا می گوید وقتی از تریزه به بیرون نگاه می کرد 3 مرد ریشدار ارماتور و کلتکو در دست را دید. داوود آستانقلوف باشد گفته بود که آنها در یک ماشین آمده بودند. در یک ماشین نه 30 نفر غنجانده می شود و نه 50 نفر را. در هر صورت الکساندر کراسنوف از ازدیام ترسیده در حالت مستی با کمان شکاری تمغه سایگه آدمان را تیرباران کرده است. در نتیجه چند مهاجر زخمی شدند. راننده ماشینی که بچه‌های تاجیک را آورده بود از تیر خورده‌اش به هلاکت رسیده است. حالا آنکه این راننده اصلا به این رزبار قوش نبوده است، او تنها کار خود را اجرا کرده مشتریان را تا اینجا آورده بود و اکنون منتظر بود که آنها را پس ببرد. به کراسنوف برای کشتار تا 15 سال زندان تهدید میکرد، ولی او را علاقه بعد 7 ماه از سزا آزاد کردند. در اول ماه فوریه سال 2024 همسر او الینا کراسنووا به ملاقات با سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین نائل شد و باستریکین که با بدبینی آشکاراش نسبت به مهاجران نام برآورده است امر داد که اتهام کراسنوف را با ماده سبکتر بیرون رفتن از حد دفاع از خود عوض کنند. در عین زمان دادگاه داوود آستانقلوف و هموطن او رستم لطیپوف را در افباشی گروهی گوناگار شناخته متناسباً به 4 و 5 سال زندان محکوم کرد. انا چنین است عدالت سعودی در روسیه در تفسیر باستریکین.